بالاروی نرخ حج پارسال قرب دلار چند بود؟ 9.15 امسال علاکه در وقتی در موسم حج 9 چند است در بازار است و از سبب اساسی بالاروی وابسته با بالا رفتن قرب اسعار است. این یک طرف مسئله. دوم طرف مسئله ما تکرارم شود اینو روز میگیم در بسیار حالت ها وقتی در بعضی روزنامه ها نرخ مقایسه کرده می شود با کشورهای همسایه یا با یکم شرکتی توریستی اونها همه نمود خدمت رسانی رو به اعتبار نمیگیرن. برای مثال شرکت های توریستی که از فدراسیون روسیه و قزاقستان دیگه جا میبرن در نرخنامه اونها مثلا بگیریم 2200 یا 2500 دلار است مثال بگیریم در اونجا مثلا نرخ خوراک، نرخ قربانی، نرخ دیگر چیزا فقط گروه رو میبرند در مثلا خواب میکنه دیگر گروه خودش میدونه دیگر خیلی اتوبوس این دیگر طرف مثلا بعد شهر مکه با در نظر داشتی وسیع نبودنش نرخی مثلا خوابگاه از در حدود مثلا اگر محابط هم نکنیم 100 متر پس علاقه نرخ تغییر می‌یابد. یک اماراتی که مثلا 100 متر باشه نزدیکتر است مثلا همون مهمانخانه‌ای که در اطراف خودی مسجد هستن همون شب و روز حج برای یک نفر کمترین نرخ از 12000 دلار طلب میکنن برای 5 یا 6 روز. خب ما همه این عاملا رو بین و بعد میگیریم بعد نرخنامه رو تصدیق میکنیم. این یک طرف مسئله. دویم طرف مسئله نرخ وابستگی دارد به شرکت‌های هواپیمایی. نرخنامه در خدمات ضد انحصاری تصدیق شده است اگر جای پنهانی هم ندارد. وقتی مثلا مقایسه عمومی میکنی با کشور همسایه برعکس نرخ ترکستان از اونها دیده ارزانتر میافتد.